زن تنها خونشانده باشد اگر اون مردی بیگانه جیغ زند چه باید کرد نظر کنه چه معامله کنه خانواده هیچ کس نیست تخت میشه ها نعم ایننده یعنی مثلا تلفن شد یا که مثلا اومده مثلا درب مثلا میزنند که اگه مثلا یعنی این زن مثلا شوهرش مثلا اگه آدم بیگونه نامحرم آدم اومده مثلا که یعنی مردی خوننگی یعنی چی دعوت کردنی و خواننده مرد نیست زن نیست یعنی این زن مثلا جواب داده میتواند یا نه ها رفته گوید که مثلا خونه بشکست نیست یا نه این از کجا میبرد آواز زن عورت یا عورت نه آواز زن عورت یا عورت نه قول راجح آواز زن عورت نبودنش کتی لیکن الله تعالی چی گفت لا تخضعن گفت هم بالقول یعنی خضوع نکنید برای همین ابن عباس چی میگفت زن یعنی گپ نمیزنند سخن نمیگوید الا کدوم وقتنده اگر مضطر مجبور شده مونند چیکار میکنه یک کفش دهنش مونده ها رفته گپ میزنه یعنی آوازش چیک ملایم نرم نشد که آدم رو برای خیلی آواز چی میبرد یعنی ها آواز مثلا همه خیلی کند که یعنی آواز زن دائم چی میشد یعنی آواز ملایم آواز نرم آواز چی که یعنی چی میشه ممکن سبب فتنه میشد وای برای همین چی نشدن گپ نمیزنند اگر مجبور شده مونده همین خیلی مثلا آوازش تغییر داده مثلا خودش آوازش خیلی خوشرو نکرده آواز مثلا چی میگم یعنی غاف یک چی کرده جا دو کلمه گپ کردی خلاص نیست تمام بس ها خلاص خونه به هیچ کس نیست تمام بس دیگه سوال جواب نه یعنی حالت انده فقط ممکنه